دادگاه ایران تاجر و ثروتمندترین فرد این کشور را با گناه تقلب مالی به قتل محکوم کرد. حکم بابک زنجانی و 2 نفر دیگر روز 6 مارس در تهران اعلان شد. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است، در عهد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شهرت یافت، چون با دور زدن تحریمات بین المللی نفت ایران را در خارج می‌فروخت. دادگاه بابک زنجانی را به تقلب مالی و دیگر جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانست و امداد که میلیاردها دلار خساراتی وارده به دولت را برگرداند. بابک زنجانی را ماه دکبر سال 2013 دستگیر کردند و وکیلانش حق دارند به دادگاه تجدیدی نظر شکایت برند. درباره حکم پرسر و صدای بابک زنجانی صحبتی داشتم با همکارم آرش حسنی از رادیوی فردا. آرش، واکنش‌ها به حکم اعدام بابک زنجانی چی گونه است؟ مطبوعات، تحلیلگران یا همکاران بابک زنجانی چی میگویند؟ عمده واکنش‌ها رو میشه به 2 بخش تقسیم کرد. یک بخش از اون واکنش‌ها این هست که تحلیلگران معتقدند که با این حکم ایران و در واقع ملت ایران به اموال خودشون نمیرسند و اون اموالی که در خارج از کشور آقای زنجانی سرمایه گذاری کرده و تکلیف اونها نامعلوم هست، با این حکم کماکان بلا تکلیف میمونند و اساساً کشته شدن ایشون، یعنی اعدام آقای زنجانی، کمکی به حال اون اموال نمیکنه و از این بابت منتقد این رأی هستند و معتقدند که بهتر این بود که دستگاه قضایی این فرصت رو برای آقای زنجانی فراهم میکرد یا فراهم بکنه که آقای زنجانی اون اموالی رو که بردن و شرکت ملی نفت مدعی اونها هست بتونه برگردونه. البته خیلی ها هم معتقدند که انتظار چنین حکمی رو داشتن، چون از همون ابتدا در کیفرخواست دادستان درخواست اشد مجازات رو کرده بود و اشد مجازات در چنین پرونده‌ای اعدام هست. ضمن محاکمه زنجانی باز هم نام تاجیکستان برده شد که آنجا تجارتی زیاد داشت و میگویند بحث 2 میلیارد یوروی پرداخت ناکرده زنجانی تا به آنجا میکشد. بله، در جریان برگزاری دادگاه که به صورت علنی برگزار میشد، در جلسات متعددی که بود، جاهایی که آقای زنجانی توضیح میداد که به چه دلایلی و با چه راهکارهایی در واقع این عملیات و این فعالیت رو انجام داده، اسمی از تاجیکستان و اسمی از بانکی که اونجا و تجارتی که اونجا آقای زنجانی راه انداختن آمد، اما بیشتر مباحث بانکی مرتبط با فعالیت‌های آقای زنجانی بود. در تمامی جلسات دادگاه آقای زنجانی و وکلای ایشون مدعی این بودند که به دلیل تحریم‌ها و به دلیل محدودیت‌های مالی که از طرف جامعه بین‌المللی علیه ایران و علیه آقای زنجانی و شرکت‌هاشون اعمال شده، ایشون نمیتونن این اموال رو برگردونن. اما شرکت ملی نفت، شاکیان آقای زنجانی و خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقد بودند که آقای زنجانی قصد برگردوندن رو نداره. اگر قرار بود و اگر قصد داشت که این اموال رو برگردونه، در شرایط جدید که تحریم‌ها برداشته شده این اتفاق میتونست بیفته. تمامی معاملات بابک زنجانی در عهد حکومت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین صورت گرفته است. آیا این گفتنی است که او وسیله برای دور زدن تحریمات شد و همین گونه قربانی هم؟ یکی از انتقادهایی که این روزها زیاد شنیده شد بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی همین نکته است که شما بهش اشاره می‌کنید. یعنی خیلی از صاحب نظران و تحلیلگران اصرار داشتن که آقای زنجانی که خودش به تنهایی نمیتونسته این میزان اموال رو در اختیار بگیره، نفت ایران رو امانی ببره بفروشه، و مثال آوردن که مثلا اگر امروز کسی بره دم شرکت ملی نفت ایران، آیا به اون نفت داده میشه که ببره بفروشه و بعد پول رو برگردونه؟ از این رو اونها دنبال این هستن که عواملی رو که در درون بدنه دولت آقای احمدی نژاد، که حتی گفته میشد که 4 نفر از وزرای آقای احمدی نژاد درگیر این پرونده هستن و رئیس کل بانک مرکزی در اون دوره پای نامه‌هایی رو امضا کردن و ایشون رو تایید کردن، چرا نامی از اونها برده نشده در دادگاه و چرا اونها به این دادگاه کشونده نشدند که توضیح بدن؟ و سوال اصلی اونها این هستش که آقای زنجانی در واقع حلقه‌ای از این
زنجیره بلند هست و اتفاقاً به اعتقاد این کارشناسان این حلقه دم دستری بوده برای اینکه برخوردها با اون صورت بگیره و به دلایل سیاسی پای اون مقام‌های سیاسی که این اجازه‌ها و این مجوزها رو به آقای زنجانی دادن که تا تو اون دوره زمانی این اقدامات رو انجام بده به میون نیامده و از این بابت انتقاد می‌کنن به دستگاه قضایی و معتقدن که باید در وهله اول یا در گام‌های بعدی اونها هم به دادگاه کشیده بشن و توضیح داده بشه درباره کارهاشون. تشکر همکارم آرش یسنیا از رادیوی فردا صحبت می‌کرد.